سفارت ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان در دایره یک برنامه آژانسی ایالات متحده آمریکا عاید به رشد بین المللی تقدیم کتاب‌های بدیعی برای صنف‌های ابتدایی مکتب‌های تاجیکستان را شروع کرد. کوین کوورت، کاردار سفارت ایالات متحده آمریکا در دوشنبه در مراسم آغاز مرحله دوم تقدیم کتاب‌ها در مکتب تحصیلات عمومی شماره 1 ناحیه حصار گفت سال جاری همچنین به خوانندگان بهترین بیشتر از 7200 کتاب بدیعی تقدیم شده است. امروز ما در مراسم حضور داریم که آژانسی آمریکا عاید به رشد بین المللی اقدام پیش گرفته است که به مؤسسه های تعلیمی جمهوری تاجیکستان خصوصا خوانندگان صنف‌های ابتدایی زیاده از 140,000 عدد کتاب‌های بدیعی را تقدیم نماید. در مراسم تقدیم کتاب‌ها که با حضور صدها خوانندگان مکتب‌های تحصیلات عمومی شماره 1 شهر حصار و آموزگاران و رهبران مکتب‌های مختلف نواحی برگزار شد، هدف از این اقدام رشد کتابخوانی و توجه به ادبیات بدیعی از سال‌های نخستین تحصیل در مکتب‌ها عنوان شد. کتاب‌های بدیعی مذکور به خوانندگان صنف‌های ابتدایی 1000 مؤسسه تعلیمی تاجیکستان تقدیم خواهد شد. مرحله یکم چاپ کتاب‌های بدیعی از طرف لایحه به انجام رسید در موافقت با وزارت امور و علم جمهوری تاجیکستان. نامگذاری کتاب‌هایی که باید تقسیم شوند تصدیق شدگی بود و از طرف شورای ملی تحصیلات و چین نامگذاری کتاب‌ها امروز از چاپ برآمدند که 21 تا آن به زبان تاجیکی و 19 تا آن به زبان روسی میباشد. همچنین هدف دیگری برنامه تقویت تجربه آموزگاران صنف‌های ابتدایی و کتابداران نامبر می شود. طرح همراه بخوانیم از 2 سال به این سو روی دست گرفته شده است. بر اساس ترکیبات دیگری این طرح باید در 75% مؤسسه‌های تعلیمی تاجیکستان آموزگاران، کتابداران و رهبران مؤسسه‌ها کورس‌های تکمیل اختصاص در بخش خوانش را گذرند.